با نام خدای عالی. خدا. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوبتی. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش های روزگار. دوستان عزیز، ما چند روز قبل سفری داشتیم به یکی از دولت های دیگری اروپا، این هم باشد پولند یا لهستان یا پولشا، و میخوایم در این برنامه به هر شما چندین معلومات های مفید و بهتری را که برای هر یک گردشگر یا سیاح یا توریست در کار است به هر شما معلومات بدهیم. و ما شروع میکنیم از وокزال مرکزی و سنترال وокزال از شهر وارشاوا. خدا کنه که برنامه پسند شما قرار بگیرد عزیزان و دوستان. نگفته نماند و کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله دومی رو برای همیشه فعال بسازید که تا که دیگه برنامه‌های جالب و رنگین ما را بیننده باشید. باقی خدا نگهدار. رفتیم که برنامه را با هم تماشا کنیم. سلام دوباره دوستان عزیز، ما آمدیم به مرکز شهر وارشاوا. چون که شما میبینید اینم ساختمان‌های مرکزی شهر وارشاوا. نصیب باشم بریم طرفی دیگه سمت‌های شهر و با ما باشه دوستان عزیز. ما همه اینها را انشالله منوار خواهیم گرفت و میریم طرفی وокزال راه آهن یا گاغی شهر وارشاوا. گاغ سنترال نه، اوکی، وокزال سنترال نه. چون شما میبینید این ساختمانش. با ما باشه دوستان، زود برمیگرده. ما هم چند روز پیش آمدیم در وارشاوا هستیم و میخوایم که تمام جاهای دیدنی و زیبای شهر وارشاوا را به هر شما منوار بکشیم و پیشکش کنیم. این هم ساختمان‌های زمانوی شهر وارشاوا. با خیال میو همش دفتر و آفیس و شوی تجارتی هستن. بریم دیگه طرف های شهر نصیب باشه بریم. امروز راستی یک شنبه است، همه جا بسته است. ببینیم کدام جا ما یافته میتونیم که به هر شما نوار بگیریم. ساختمان های دیگر دیگر کوچه های شهر وارشاوا و اینم دیگر طرف شهر وارشاوا. میریم طرف وокزال سنترال شهر وارشاوا.
اینم زیر زمینی. شهری وارشاوا، زیرزمینی وокزال شهری وارشاوا. دوستان عزیز، چند مکدونالدز اینجا، اکسپرس، امن والوتا، کانتور، غنرا اکسپرس. خلاصه که از وокزال سنترال وارشاوا سمت چندین شهرهای وارشاوا، لهستان، پولشا و دیگر دولت‌های اروپا از این سفر بر کرده میشوند و مسافران محض از همین جا میروند به طرف‌های شهرهای دلخواه خود. Do stacji Białystok przez stację Warszawa Wschodnia, Wołomin, Tłuszcz. ما باشه دوستان. 12:55. ایم دوستان که از سنترال چوی وокزال‌های مرکزی لهستان، پولشا. اینم پیران و پلتفرم هاشون همینجا سفر بر کرده میشوند. کدام پویزد اومده و سفر میکنن مردم. ما از همین وокزال مرکزی است برادران. ببینید دوستان، خب بلستوک اومده است. بلستوک مردم میروند. آن خاطر آدم بسیار شد. خب ما میریم مرکز دفتری که چی میگیم ساختمان اساسی وокزال. ببینید مرکز اساسی وокزال مرکزی شهری وارشاوا. از اینجا مردم سفر بر کرده میشن و میریم ما طرف طبقه دیگه بالا ببینیم چه چیزا ما به شما آماده کرده میکنیم. و شما یک دفعه ببینید دوستان عزیز، سنترال وокزال شهری وارشاوا. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم اینجا وокزال مرکزی است، یا مغازه بدرانکا و نگاه سمت های این وокزال. ببین ما میریم طرف وокزال. ما میریم طرف های دیگری وокزال. این طرف جای سمت اتوبوس ها است، اتوبوس ها، تاکسی ها، جای بلیط گرفتن، ماشین های بلیط گیری. ما میریم این طرف دوستان عزیز. شما یک دفعه ساختمان رو ببینید. این طرف ترگاه سنتر کلانای در مرکز شهر. ببینم دیگر کوچه خیابان ها مرکزی. چون گفتیم از این کوچه فقط اتوبوس ها و تاکسی ها میروند. و ما میریم طرف به حساب دیگر کوچه های شهر. هم ترگاه سنترش خیلی زیباست.
خیلی دیدنی هم هست. دوستان عزیز چون چی گفتیم این ترگاه سنتر خیلی کلان و متاسفانه امروز یک شنبه است، بعضی مغازه هاش بسته هن، بعضیش کار میکنن. این هم وокзали центральный شهر وارشاوا لهستان. دوستان عزیز این بود قسمت اول برنامه سفر نوبتی ما به شهر وارشاوا لهستان. انشاءالله در روزهای نزدیک دیگر قسمت ها در کانال یوتیوبی ما به نشر خواهند گشت و به این خاطر دوباره با کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه های ما باشید و به دوستان خود نیز فراموش نکنید بفرستید. دوستان عزیز کانال ما را حمایت کنید. حمایت شما چی از لایک ماندن و کامنتر نوشتن و به دیگران فرستادن. برای ما و شما معلوم است دوستان عزیز که خیلی از همشهری‌ها و برادران ما و شما در این دولت یا آمدنین به این دولت لهستان این برنامه برای آنها مفید باشد و خدا کند که یک کمی هم باشد معلومات درباره این دولت پیدا کنند. دیگر باقی شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.